لکن نقی برای من فیلم بازی نکن. ایشون بدون اجازه شما آب نمیخورن. شما به ایشون گفتی به من پول نده. با ارواح خاک مادرم اگه من خبری داشته باشم. چی میگین تیر برق؟ داداش داره یه دستی میزنه. کی گفت من پول گرفتم؟ فهمه مغز من نمیکشه. بنده جنگلبانی بودم، واحد مالی بودم، پیش آقای سخایی بودم، فیشر دیدم. ای چیه ور 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 ور. خوب کردم گرفتم که گرفتم. حق شوهر منو گرفتم. دوزی که نکردم. گرفتم. آقا گرفته، هما گرفته. خوب کردم گرفتم. هما الان وقت خندوانی بازی نیست. تربیت. و اینجا خانم آبجی جان پول رو گرفتی، حق بچهات بوده، نوش جون خودتو بچهات. من حرفی ندارم. ما میگیم این نردبون عقل نداره، شعور نداره، فهم نداره. این همه درست. من به عنوان برادر بزرگ داخل آدم نبودم؟ من اینه نباید یک کلم، دو کلم، سه کلم، چهار کلم با من صحبت میکردی؟ نباید به من میگفتی؟ تو عالم لوتیگری ماشیگری نباید میگفتی این نره؟ از چی ترسیدی؟ ترسیدی که من بگم آقا پولی رو بده و من بردارم ببرم هپلی هپو بکنم؟ آخ نگی تو چقدر با همه اینجوری هستی، همه با تو اینجوری هست. داداش من کباب برگبازی اینقدر در نیار. من اگه به تو نگفتم تقصیر خودته. ترسیدم بری به این بگی. کی بگم؟ از من دهنلقی دیدید حالا؟ بله آقا همیشه دیدم. هما از من دهنلقی دیدید حالا؟ نفس عمیق نکش. به من بگو دیدی یا نه؟ آقا از من بپرس. دیده خیلی بده آدم به سن سال تو اینقدر دلق باشه.